دوستان، با گزارشی از وضعیت بازار مسکن در محدوده رازول، آلفرتا و جانز کریک در خدمت شما هستم. در 7 روز گذشته 127 مورد جدید وارد مارکت شده که این عدد 2 برابر افزایش پیدا کرده نسبت به ماه ژانویه. تعداد خونه هایی که در مارکت بودن و قراردادشون کنسل شده نسبت به ماه ژانویه فرقی نکرده. یک عدد جالب اینجا هست، تعداد خونه هایی که در مارکت بودن و قیمت خودشون رو کاهش دادن 85 مورد که این تقریبا 75% املاکی که در مارکت بودن میشه، در حالی که این عدد در ماه ژانویه حدود 20% بوده. یعنی تعداد املاک خیلی بیشتری الان قیمتشون رو کاهش میدن. همچنین خونه هایی که کلوز شدن حدود 80 مورد، یعنی یه چیزی حدود 60 مورد از املاکی که وارد مارکت میشن کلوز میشن، در حالی که این عدد در ماه ژانویه حدود 80% بوده. تغییراتی رو مشاهده میکنیم. اگر منطقه خاطی مد نظرتون هست با من در تماس باشید.